انتخاب یه مدل هوش مصنوعی درست و حسابی برای پروژه‌تون راستش میتونه خیلی گیج کننده باشه. امروز میخوایم این فرایند پیچیده رو با هم ساده کنیم و قدم به قدم پیش بریم تا شما بتونید با خیال راحت بهترین تصمیم رو بگیرید. این دقیقاً همون سوالیه که کلی کسب و کار و توسعه دهنده هر روز از خودشون میپرسن. وقتی صدها گزینه روی میزه، آدم واقعاً از کجا باید شروع کنه؟ نگران نباشید. قراره با همین مسیر رو طی کنیم تا به یه انتخاب هوشمندانه برسیم. خب، برای اینکه این بحث‌های فنی یکم از خشکی در بیان و ملموس بشن، بیایید یه داستان رو با هم دنبال کنیم. فرض کنید من و شما تیم اصلی یه استارتاپ هستیم و دقیقاً داریم همین تصمیم‌های حیاتی رو برای آینده شرکتمون میگیریم. خب، آستین‌ها رو بالا بزنیم. من و شما تیم مؤسس این استارتاپ هستیم و این اولین جلسه استراتژیک ماست. مهمترین تصمیم‌ها قرار همینجا گرفته بشه. و اینجا اولین نکته کلیدی رو باید بهتون بگم. اینطور نیست که یه منو جلومون باشه و یکی رو انتخاب کنیم. نه، این یه فراینده. یه مسیر استراتژیکه که باید با توجه به هدفها، داده‌ها و منابعی که داریم طراحیش کنیم. خب، قبل از اینکه قدم توی هر مسیری بذاریم، اول باید نقشه رو بشناسیم، درسته؟ این نقشه در واقع همون چشمانداز کلی مدل‌های هوش مصنوعی که الان موجوده. ببینید، یکی از مهمترین مفاهیمی که باید بدونیم همین مدل‌های پایه است. اینا مثل یه توده بزرگ و خام از دانش هستن. فکر کنیم مثل یه کتابخونه خیلی خیلی بزرگ که همه چی توش پیدا میشه، ولی برای یه سوال خاص بهینه نشده. اینا فونداسیون کار ما هستن. این اسلاید مفهوم رو عالی توضیح میده. به چت جی پی تی فکر کنید. مدل پایش چی بود؟ جی پی تی 3.5. یه مدل غول‌پیکر و همه فن حریف. بعد شرکت اوپن ای آی اومد و اون رو با کلی داده‌های مکالمه‌ای تنظیم دقیق یا فاین تیون کرد تا چی بشه؟ تا چت جی پی تی متولد بشه. یه متخصص درجه 1 تو کار گفتگو. خب، رسیدیم به اولین دوراهی بزرگ استارتاپمون. آیا بریم سراغ مدل‌های اوپن سورس مثل لاما که کنترل کامل روی کد و سفارشی سازی داریم، یا از یه مدل اختصاصی مثل جی پی تی 4 استفاده کنیم که آماده و بهینه است ولی خب دستمون برای تغییرات بسته تره؟ این یه تصمیم خیلی مهمه بین کنترل داشتن و راحتی. این تشبیهی که اینجا می‌بینید فوق‌العاده است. کار رو خیلی ساده می‌کنه. مدل‌های فقط رمزگذار مثل خانواده جی پی تی کارشون تولید محتوای جدیده. اونا خالق هستن. در مقابل مدل‌های فقط رمزگذار مثل برت تو درک و تحلیل متن عالی عمل می‌کنن. اونا بازبین هستن و روابط بین کلمات رو می‌فهمن. انتخاب ما بستگی به این داره که به یه نویسنده احتیاج داریم یا یه تحلیلگر. بسیار خوب. استارتاپ ما حالا به یه دوراهی مهم دیگه رسیده. باید از یه سرویس آماده استفاده کنیم یا اینکه خودمون مدل رو بیاریم بالا و اجرا کنیم. این همون چالش همیشگی ساختن یا خریدن هستش. ببینید، یه راه اینه که از یه سرویس مثل Azure OpenAI استفاده کنیم. مزیتش چیه؟ به اندازه مصرفمون پول میدیم و دیگه درگیر زیرساخت و این داستانا نمیشیم. راه دوم چیه؟ خودمون مدل رو اجرا کنیم. این کار نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه برای سخت افزار و تخصص داره، ولی در عوض کنترل کامل دست خودمونه. این یه تصمیم کاملا تجاریه که مستقیم روی هزینه‌ها و سرعت رشد ما تأثیر میذاره. خیلی عالی. فرض کنیم استارتاپ ما مدلش رو انتخاب کرده، ولی یه مشکل بزرگ هست. این مدل که از داده‌های داخلی شرکت ما، از ایمیل‌ها و فایل‌های ما چیزی نمیدونه. چطور باید این دانش اختصاصی رو بهش یاد بدیم تا ازش استفاده کنه؟ جواب این مشکل یه تکنیک خیلی هوشمندانه به اسم رگ هست. رگ چطور کار میکنه؟ تصور کنید مدل ما یه کارشناس خیلی باهوشه، اما قبل از اینکه به هر سوالی جواب بده، یه سر به کتابخونه اختصاصی شرکت ما میزنه، سریع جستجو میکنه و با استفاده از اطلاعات دقیق و بروز جواب میده. این یعنی ما به مدل دانش جدید میدیم بدون اینکه لازم باشه دوباره آموزش پرهزینه ببینه. این تکنیک واقعاً یه برگ برنده است. این اسلاید رو ببینید. این مثل یه نردبونه برای سفارشی سازی مدلمون. پله اول مهندسی اعلان یا پرامپت انجینیرینگ، ساده، سریع، ارزون. یه پله بالاتر رگ قرار داره که به مدل ما دانش خارجی میده.
اگه دقت خیلی بیشتری بخوایم، میریم سراغ تنظیم دقیق یا فاین تیونینگ که مدل رو با داده‌های خودمون تطبیق میده، ولی خب پیچیده‌تر و گرونتره. و در نهایت تو بالاترین سطح آموزش از صفره که قدرتمندترین روشه، اما فقط برای شرکت‌هایی با منابع عظیم و نیازهای خیلی خاص توجیه پذیره. خب، مدل ما انتخاب شد، با داده‌های خودمونم هوشمندترش کردیم. حالا وقتشه که این محصول رو ببریم تو بازار و در اختیار کاربرا قرار بدیم. اما میدونید رسوندن یه مدل به مرحله تولید خودش یه پروژه جداست، کلی کار داره. خوشبختانه پلتفرم‌های یکپارچه‌ای مثل Azure AI Studio اومدن که تمام این تیکه‌های پازل رو از انتخاب مدل و تنظیمش گرفته تا استقرار و نظارت همه رو یه جا جمع کردن. این ابزارها این سفر پیچیده رو خیلی ساده‌تر و سریع‌تر می‌کنن. و این خلاصه کل سفر استارتاپ ما بود. همونطور که دیدیم، پیدا کردن هوش مصنوعی مناسب صرفاً انتخاب یه گزینه از یه لیست نیست، یه فرایند استراتژیکه، مجموعه‌ای از تصمیم‌های آگاهانه که هر کدومشون ما رو یه قدم به راه حل ایدئال برای کسب و کارمون نزدیکتر میکنه. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. با این سرعتی که این فناوری داره پیشرفت میکنه و در دسترس‌تر میشه، آیا کسب و کارهایی که مدل‌های خودشون رو سفارشی نمی‌کنن، در آینده از رقابت جا نمیمونن؟ این سوالیه که به نظرم ارزش فکر کردن داره.